روزی یک نفر در حالی که از شدت ترس رنگ و رویش زرد و لبهایش کبود شده بود داخل خانه پرید. صاحب خانه که بسیار تعجب کرده بود به او گفت که خیر باشد، چرا ترسیدی؟ دستهایت مثل پیران می‌لرزد، از چی فرار می‌کنی؟ آن مرد میگوید که سربازان به دستور شاه در کوچه ها ریخته‌اند و در حال گرفتن الاغ‌ها هستند. صاحب خانه با تعجب میگوید سربازها به دنبال الاغ هستند، تو که الاغ نیستی، نباید بترسی. مرد میگوید من الاغ نیستم، ولی آنقدر سربازها در گرفتن الاغ‌ها جدی هستند، از طرفی آنهایی هم که میگیرند چندان اهل تشخیص و تمیز نیستند. اگر من را هم به جای الاغ بگیرند جای تعجب نیست. این حکایت مثنوی نقد تیزی بر جوامعی هست که مسئولین آن قدرت تمیز و تشخیص ندارند و به قول مولانا فرق بین الاغ را با صاحب الاغ تشخیص نمی‌دهند.